بچه‌ها، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بعد از مدت‌ها اومدم خدمتتون با یه آموزش جدید. این شومیز زیبایی که تن من می‌بینید رو شما برای کودک تا بزرگسال میتونید استفاده کنید. دوخت خیلی راحتی داره، نیاز به الگو کشی نداره و نیم ساعته دوختش انجام میشه. حتی شمایی که تا حالا سوزن دستت نگرفتی و خیاطی هم نکردی میتونی این لباس رو خیلی راحت برای خودت بدوزی. اگر کمی قدرش رو بالاتر بگیری میتونی به عنوان پیراهن ساحلی ازش استفاده کنیم. بریم با هم آموزش این شومیز زیبا رو ببینیم. برای این مدل شومیز ما باید پارچمون رو 4 لا تا کنیم. اول یک بار 2 لا تا میکنیم، ترکی روی ترکی میندازیم و از طول پارچمون یک تای دیگه میزنیم و پارچمون رو 4 لا میکنیم. در این سمت من 4 لای باز رو دارم که همونطور که گفتم هر 4 لا ترکی پارچه است. در این سمت 4 لای پارچم 2 لای بسته هست، هم لایه روی 2 لای بسته هستش، هم لایه زیری. قسمت بالای پارچه هم 2 لای بسته و قسمت پایین پارچه 2 لای باز هستش. اینجا از گوشه کار به اندازه 1/6 به دور گردن داخل میشیم و علامت میزنیم و دوباره از همین گوشه به اندازه 2.5 سانتی متر پایین علامت میزنیم و هلال یقه پشت رو رسم میکنیم. از بالای کادر به اندازه 1/6 به دور گردن به اضافه 1 میایم پایین و هلال یقه جلو رو رسم میکنیم. از اینجا که گشادی گردن رو اندازه زدیم به اندازه قد سرشانه به علاوه قد آستین، هر اندازه‌ای که خواستید قد آستینتون باشه داخل میشید و علامت میزنید. پارچه من ارزش 1.10 بود و حالا هر مقدار که قدش جا داد برای آستین به همون اندازه من در نظر گرفتم. از اینجا که قد آستینم و سرشانم رو علامت زدم به اندازه 11 سانتی ثابت اومدم پایین و این نقطه رو به گوشه گردن وصلش کردم. از اینجا به اندازه 1/2 دور مچتون به اضافه آزادی، هر مقداری که دوست داشتید دور مچتون آزاد باشه به صورت گونیا، این قسمت باید حتما زاویه 90 درجه باشه. به صورت گونیا میاید پایین و علامت میزنید. از بالای کار به اندازه قد بالاتنه جلو بیاید پایین و خط کمرتون رو مشخص کنید و دوباره از همون بالا به اندازه بلندی سینه بیاید پایین و قد سینه رو مشخص کنید. من برای این لباس 1/4 دور سینه‌م رو به اضافه 3 سانتی متر آزادی کردم و علامت زدم. توی انتهای قد لباس هم 1/4 دور بازن رو به اضافه 6 سانتی متر کردم، علامت زدم و این دو نقطه رو به هم وصل کردم و خط پهلو رو طراحی کردم و از همینجا که جایگاه سینه‌م بود اومدم هلال حلقه آستین رو رسم کردم و تا روی لبه مچم ادامه دادم. خب این شد قسمت الگو کشیمون. حالا با زاپاس 1 سانتی متر دور تا دور کار رو برش میزنیم. برای سرشانه و دور یقه نیازی به زاپاس نداریم چون من اندازه‌هایی که گفتم همه رو با اندازه‌های زاپاس در نظر گرفتم. حالا قسمت پهلوی لباس رو با زاپاس 1 سانتی متر برش میکنیم. من قسمت جلوی لباسم رو در قسمت وسط جلوی مقداری به اندازه 1 سانتی متر قد لباس رو بلندتر گرفتم و اون 1 سانت رو از قسمت پشت کم میکنم. خب حالا دور یقه پشت رو میایم قیچی میکنیم و خط سرشانه هم قیچی میشه. همینطور خط مچ گفتیم نیاز به زاپاس نداریم. حالا قسمت 2 تا لایه زیری رو میذاریم کنار و لایه روی رو جدا میکنیم و یقه جلو رو قیچی میکنیم. حالا بچه‌ها ببینید بعد از اینکه لباسو برش زدیم میایم خط کمرمون رو رولت میکنیم و به قسمت زیر هم انتقال میدیم چون قراره کش ماسوری تو قسمت کمر دوخته بشه. از خط کمر 2 تا 1 سانتی میام بالا و 3 تا خط رو اینجا رسم میکنم که قراره روی این خطوط کش ماسوری رو بدوزم. خب بچه‌ها ببینید من سرعت خط رو که مشخص کردم قسمت بالاش رو سنجاق میزنم که ثابت بمونه. بعد میام کاربن میذارم زیر لباسم و این سرعت خط رو کاربن میکنم. بعد که قسمت زیر رو کاربن کردم کاربن رو بین 2 لایه لباس قرار میدم و میام کاربن میکنم و برای بار سوم کاربن رو برعکس میکنم. اون کار رو انجام میدم تا برای قسمت جلو و قسمت پشت به صورت کامل کاربن کشیش انجام بشه. خب این تمام خطایی که ما کاربن کردیم و باید به سمت روی لباس منتقل بکنیم. خب ببینید من دور یقه جلو رو سردوزش رو زدم، میام یه تای نیم سانتی میزنم دور تا دور یقه رو دوخت میزنم. بعد دوخت حتما باید یقه اتو بشه. برای قسمت یقه پشت هم به همین شکل میام دوخت میزنم. از قبل سردوزش رو زده بودم، نیم سانت تا میکنم و دور تا دورش رو میدوزم. بعد از اینکه اتو کردم حالا میام سرشانه های لباس رو روی هم قرار میدم و از سمت پشت دوخت سرشانه رو با زاپاس 1 سانتی متر تا انتها انجام میدم. سرشانه رو که دوختیم سردوزش رو میزنیم، زاپاسش رو به سمت پشت لباس میخوابونیم و اتو میکنیم. خب ببینید من سردوز سرشانه لباس رو هم زدم، سمت پشت زاپاسش رو خوابوندم و اتو کردم، نخهای اضافه رو هم قیچی میکنم. حالا مچ رو روی هم قرار میدم و دوخت پهلو رو انجام میدم. خط کمر رو به عنوان نقاط موازنه میتونیم روی هم قرار بدیم.
دوخت پهلو رو که انجام دادیم میایم سردوزش رو میزنیم. این قسمت هلال رو قبل اینکه سردوز بزنیم چند تا چپ میزنیم که قسمت هلال راحت بزنیم رو برگرده. بعد اینکه سردوز زدیم اتو میزنیم درز پهلوها رو و انتهای قد لباس رو هم سردوزش رو میزنیم و با زاپاس 1 سانتی متر دور تا دور قد لباس رو دوخت میزنیم. حالا کش ماسوره‌ای رو با یک کشش مناسب دور ماسوره میپیچیم. نه بیش از اندازه دستمون رو میکشیم و نه اینکه دستمون خیلی باید شل باشه. با یک کشش مناسب کش رو دور ماسوره میپیچیم و بعد از اینکه پیچیدیم و آماده کردیم، حالا کش رو به اندازه‌ای که خواستیم پیچیدیم، ماسوره رو توی ماکو قرار میدیم و میریم سراغ. حالا از ردیف بالا شروع میکنیم به دوخت و دور تا دور این لباس رو از روی همین خطوطی که انجام دادیم دوخت میریم و این دوخت باید 3 ردیف انجام بشه. بعد از اینکه دوخت کمر رو انجام دادیم، هر 3 ردیف رو نخهای اضافه رو از سمت رو و از سمت زیر قیچی میکنیم و به این شکل دوخت کمر ما انجام میشه. حالا میریم سردوز مچ آستین رو میزنیم و با زاپاس 1 سانتی متر دور تا دور مچ آستین رو میدوزیم. دوخت مچ آستین هم که تموم بشه اتوشو میزنیم و دوخت لباس ما به پایان میرسه. به همین سادگی و با همین سرعت تونستیم یه شومیز زیبا رو برای خودمون بدوزیم.